سلام. تو این ویدیو اومدیم آموزش مدیریت حساب بانکی با جاوا اسکریپت. اول اینکه باید بدونیم پکیج های استفاده شده توی دیتابیس چیا هستن. یکی میشه مای اسکیول. باید بدونیم مای اسکیول برای چی. مای اسکیول برای کانکت شدن روی دیتابیس. اون یکی هم برای خوندن دیتا ترمینال. در ادامه یه متغیر تعریف میکنیم به اسم دیتا کانفیگ. اطلاعات دیتابیس رو روش مینویسیم و دیگه چیزی نمیگم. کد رو بزنم یه توضیح بهتون میدم. اینجا هم توضیح بعداًتر بهتون میدم، ولی خب اینا کدای مای اسکیول میشه، یعنی زبون اسکیول. حالا بعدا همه اینا رو من بهتون توضیح میدم. این کد رو بزنم.
خب این تابه برای خوندن دستور از ترمیناله. 3 تا پارامتر داره: ورودی، خروجی و پرایمت. در خط 18 که کد است کارنت یوز تعریف میشه. کارنت یوز متغیریه که کاربر فعلی رو نمایش میده، جلوتر تو کد استفاده میکنیم. برای همین چون اول برنامه یوز نداریم نال میزنیم. حالا تابع بعدی هم بنویسم واسهتون. خب اینجا یک تابع داریم به نام ریجستر یوز که تابع کوئسشن اسنیک اسمشه. در اصل متغیری است که ترمینال استفاده میشه ازش و از کاربر میپرسه اگه ادمینی کد مخصوص ادمین رو بزنه که کد ادمین تو کد مشخص شه، اگر نه خالی بیاد. متغیر کانکشن در ادامه سی میکنه با دیتابیس که بالا تعریف کردیم کانکت بشه. بعدش تریکش گذاشتیم تا تلاش کنیم دیتا رو تو دیتابیس بذاره. اگه نتونست ارور نده پروژه دیگه هیچ حرفی نمیزنم، دوباره کدو میزنم یه توضیح بهتون میدم. تابع بعدی از ریجستر لوگین یوز هستش. ورودیایی که میگیره نام و رمز عبوره. بعدش با تریکش سیو میکنه لاگین شه. اگر لاگین شد کارنت یوزر که بالا تعریف کردیم رو برابر با مقدار لاگین شده میذاره. بقیه تریکش هم واضحه. کنسول لاگ میزنه و اگه ارور خورد سیستم رو قطع نمیکنه، ادامه میده. تابع بعدی برای مشاهده بالانس یا ویو بالانس. این تابع اول بررسی میکنه مقدار کارنت یوزر که بالا تعریف کردیم که خالی نباشه. خالی بود میخواد لاگین کنی. بعدش با متغیر کانکشن سعی میکنه به دیتابیس کانکشن. بعدش دستور SQL میزنیم که از جدول حساب بانکی کاربر رو پیدا کنه که کارنت یوزر آیدی کاربر دیتا بیس با مال کد یکی بشه. بعد شرط گذاشتیم که اگر موجودی داشت این رو پرینت کنه. در غیر این صورت حساب یافت نشده اگر شرط اجرا نشد تریکش گذاشتیم که کش جلوی ارور رو میگیره، هندل میکنه. به اصطلاح فاینالی هم اتصال به دیتابیس رو قطع میکنه. خب این تابع هم کدش رو نگاه کنید تا تابع بعدی هم توضیح بدم.
تابع بعدی برای برداشت از حساب اول تابع مثل قبلی ها چک میکنه کاربر لاگین کرده یا نه، بعد دیتابیس وصل میشه. در ادامه تریکش گذاشتیم که توی کاربر رو پیدا کنیم کیه، بعدش وارد شرط میشیم، این شرط مقدار برداشت رو میگیره از کاربر، بعد کوری میزنه موجودی مشتری رو پیدا میکنه و بعد مقداری که کاربر وارد کرده رو از حساب کم میکنه، بقیهش هم مثل قبلی ها مشخصه. حالا باز شما کد رو نگاه کنید، من چیزی نمیگم تا تابع بعدی هم توضیح بدم. کد رو یه ذره نگاه کنید تا توضیح بدیم باز. توی تابع حذف حساب مثل قبلی اول بررسی میشه که کاربر لاگین کرده یا نه. اگه کرده قبل از این که به دیتابیس وصل بشه از کاربر میپرسه میخوای حساب رو حذف کنی یا نه، بعد کاربر جواب میده و ادامه به دیتابیس وصل میشه، بعدش کوری میزنه با دستور دیلیت کاربر که رو آیدیش برابره با کارت یوزر آیدی حذف میکنه و بعد تریکش ادامه میده. تابع بعدی هم که خروج حسابه که راحته، چیزی نیست، نترسید اصلا. کد رو نگاه کنید تا به تابع بعدی هم برسه اونم توضیح بدیم.
خب اینجا توابع مخصوص به کاربر تموم میشه، میره سراغ ادمین. یه فرقی با بقیه داره. شرط اولش چک میکنه اگر کارنت یوزر خالی بود و نقش کارنت یوزر ادمین نبود، میزنه این دستور فقط برای ادمین مجاز است. بعدش به دیتابیس وصل میشه. بعد تریکش که اصل کاره کوری میزنه با دستور اسکیوبل لیست حساب ها رو پیدا میکنه. بعدش با فور ایچ برای هر کلاس دستور زیر رو پرینت میکنه، لیست کلاس ها رو میفرسته و اگه چیزی پیدا نشد، هیچ حسابی یافت نشد، پرینت میشه و اگه اسکیول ارور داد میزنه خطا در دریافت لیست از دیتابیس. بعدش تابع حذف حساب دیگران، اول این تابع وجود کاربر ادمین رو بررسی میکنه، بعد به دیتابیس وصل میشه. بعدش تریکش میزنیم توش دستور دیلیت رو برای کاربر مشخص رو میزنیم و بعد ادامه تابع که مشخصه. بعدش 2 تا تابع کمکی برای پرسش ها داریم. حالا کد رو نگاه کنید، باز اینو آخر سر باز توضیح میدم بهتون. خب تابع کوئسشن اسنیک متن تگی ترمینال رو راست چپ و مرتب میکنه برای بهتر فارسی خونده شدن. تابعشو هلپ داریم که راهنمای برنامه توشه. این تا اینجا. بعدش هم که آخرین دست چی میشه یادم رفت اسمش، ولی والا مهم نیست. توی حلقه اصلی برنامه که اینو کدا رو نگاه کنید، اینو آخر سر قراره توضیح بدم مفصل. در اینجا هم که به کد یه ذره توجه کنید. من حالا باز چیو دارم بهتون، فارسی ترجمه کد اون بالا واسهتون نوشتم. اگه هر جا متوجه نشدید تو کامنت ها بنویسید، پاسخگو هستیم. خب میرسیم به حلقه اصلی که الان میخوام توضیح بدم واسهتون. اول توی حلقه اصلی اول لاگ میکنیم که سیستم مدیریت بانک و بعد تابع شل و هلپ رو میذاریم. دستورات هلپ رو تو ترمینال بنویسه و بعد صفحه رو راستچین میکنیم. بعدش ترمینال رو با تابع rl.com آن روشن میکنیم که دیتا رو بگیره. توی تابع متغیر کامند رو داریم. این متغیر هر چیزی که کاربر تایپ کنه میره توش. منظورم میره توش یعنی هر چی کاربر وارد کنه اونجا مینویسه. متغیر تونکرز رو داریم و ایمپورت که میذاره توی ویدیو. بعد از سویچ کیس رو مقدار کامند رو میزنیم. اگر دستورات کمک ریجستر لاگین لاگ اوت و دیلیت رو اجرا شدن تابع رو استفاده کنه، در ادامه دستورات برای دیپوز یا واریز از کاربر میخواد مقدار رو واریز رو بزنه تا بفرسته به تابع تا تابع واریزش رو استفاده کنه.
در ادامه تابع حذف حساب که دو حالت داره، یا حذف حساب ادمین یا کاربر ببخشید دقیقه صدام گرفت. برای ادمین اول شرط میذاره، چک میکنه کاربر ادمین باشه یا بعد حذف میکنه. برای اگر ادمین نبود و کاربر بود حساب رو دیلیت میکنه. وایسین ببخشید. بعدش کش ادمین رو داریم که باهاش میتونیم لیست کاربران رو ببینیم و هر کاربری بخوایم رو حذف کنیم. اگر کاربر ادمین دستور لیست رو بزنه لیست حساب برمیگرده، اگر دستور دیلیت رو بزنه ازش شناسه حساب کاربری یا مشتری رو میخواد و بعد حساب کاربر مشتری رو حذف میکنه و اگر کاربر بزنه روی اسکیل از برنامه خارج میشه و در آخر اگر چیزی رو اشتباه بزنه ازش میخواد که هلپ رو بزنه تا بتونه ببینه چه دستورایی داریم و تمام. خب اینم از توضیح کامل سیستم مدیریت حساب بانکی با جاوا اسکریپت. دیگه کل تابع‌ها رو توضیح دادیم، یعنی آخری هم که حلقه اصلی بود اونم گفتیم واسهتون. در ادامه فقط کد رو نگاه کنید، هر جا هم که نفهمیدید داخل کامنت ها بنویسید، جواب میدم و کد رو نگاه کنید دیگه. یه چند دقیقه دیگه بیشتر نمونده تا پایان، فقط کد رو نگاه کنید یاد بگیرید. و یادتون باشه تابع بعدی یعنی چی؟ تابع بعد از رجیستر لوگین یورز هستش، ورودی هایی که میگیره نام و رمزه. نام و رمز خیلی مهمه تو تابع برای استفاده شدن. تو خط 18 هم که کانت یوزر تعریف میشه. کانت یوزر متغیریه که کاربر فعلی رو نمایش میده، جلوتر تو کد استفاده کردیم. حالا باز نگاه کنید، بزنید عقب رو خط 18. تابع کوئسچن هم کوئسچن اسمیک هم یادتون باشه چی کار میکنه. اگه نفهمیدین هم بگیم به فارسی یعنی چی، زبون سادهش متغیری که تو ترمینال استفاده میشه همین. و کاربر میپرسه اگه ادمینی که کد مخصوص ادمین رو داره بزنه که ادمین تو کد مشخصه، اگر نداره کد رو خالی بیاره. دیویست و 59 خط کد شده، واقعا دستم خسته شده انقدر نوشتم. اینجا هم مال چیزه، حقه اصلی که بهتون گفتم، نگاه کنید. کلا اینجا تا اونجا حقه اصلی بود 250 خط.
این چیزایی که دارم بنویسم، کدایی که میزنم، اینا همه مال حقوق اصلیه که بهتون گفتم، ولی خب بذار یه بار دیگه بگم مرور شه. تو حقوق اصلی اول لاگ میکنیم، سیستم مدیریت بانک و بعد تاپ شو هلپ رو میذاریم. دستورات هلپ رو تو ترمینال بنویسه و بعد صفحه رو راستچین میکنیم، بعد ترمینال رو با تابع rl.on روشن میکنیم که دیتا رو بگیره تو تابع متغیر کامند. تو تابع متغیر کامند رو داریم. این متغیر هر چیزی که کاربر تایپ کنه میره توش. متغیر توکنز هم که گفتم بهتون، سویچ کیس رو که مقدار کامند رو میزنه، یادتون باشه. بچه ها به پایان ویدیو نزدیک میشیم، آخراش چیزی نمونده، فقط کدا رو نگاه کنید، یاد بگیرید. بچه دیگه چیزی نمونده، همش کده که هر جا نفهمیدید بگین تو کامنت ها، کدا رو نگاه کنید. به پایان ویدیو نزدیک میشیم. نوید کمالی بودم، هستم هنرجوی هنرستان جوار نفت. هر جا مشکل داشتین تو کامنت ها بگین، جواب میدم. من اینکه امیدوارم یاد گرفته باشید. خداحافظ شما.